مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 4 یونی سال 2024 خبر داد که باز دو نورس در آب غرق شدند. بنا به اطلاع کمیته روز 1 یونی سال 2024 تقریبا ساعت 16:00 دقیقه یک ساکن 15 ساله شهر بختار هنگام آب‌بازی در کانال بیبی خانم غرق شد. برای جستجوی جسد یک گروه عبارت از 13 نجات بخش از حراست حالتهای فوق‌العاده ولایت ختلان به جای حادثه سفر برگردیده جستجو قریب 2 شبانه روز ادامه یافت و تنها صبح 3 میلیون تقریبا ساعت 10 جسد نورس جوانمرگ را تقریبا 800 متر پایین‌تر از جایی که غرق شد پیدا کردند. روز 3 میلیون سال 2024 هنگام آب‌بازی در حوض پایان کریر شرکت سامان سنگریز در نویه رودکی یک نورس 14 ساله از دهه بهارستان جماعت دیهات چارگل تپه نویه رودکی زیر آب شد. با نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده تنها بعد چند ساعت جستجو میسر شد که جسد نورس را پیدا کنند و از آب بیرون بیارند. تحلیل حادثه های ناخوش غرقشوی نشان میدهد که یک سبب عمده هلاکت آدمان در آب این آب‌بازی کردن آنها در مکانهای برای آب‌بازی نامناسب و حتی ممنوع بوده. همچنین ندانستن قاعده‌های آب‌بازی و آب‌بازی در حالت مستی از سبب‌های دیگر عمده غرقشوی مردم است. در مورد کودکان باشد یک سبب اساسی آنها را به نظارت ماندن والدان نامبر می شود. خسته شدن هنگام آب‌بازی یا گرما و سرما زدن آب‌بازان از دیگر سبب‌های غرقشوی نام برده می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده بار دیگر از شهروندان خواسته است که در لب آب و درون آب خیلی هوشیار باشند، نسبت به بی‌خطری خود فارغ‌بالی نشان ندهند و جان خود را در خطر و نزدیکان خود را در ماتم ناندازند.